دوستای عزیز، این منبع حرارت ما و شما شروع میکنه به سوختن. شما در این قسمت فقط بالون رو متوجه باشین که بالون در قسمت اول هیچ چیز نداشت. سودالیمی یا سودلایم است که ما در لابراتوار داریم. در کتاب ما و شما یک تجربه را داریم به نام استحصال گاز میتان، یعنی به دست آوردن گاز میتان. همین گاز میتان ما و شما چطور در لابراتوار میتونیم به روش ساده به دست بیاریم. و از طریق نل شیشه‌ای خود ظرف ما و شما یک فضا وجود داره که یک قسمت وجود داره که در اینجا ما و شما یک پایپ بند کردیم و در قسمت انتهای پایپ ما و شما یک دانه بالونه، به حساب ساده ما پخانه میگیم نه، این بالون ما و شما در این قسمت نصب کردیم که این گاز میتانی که تولید میشه در داخل بالون جمع شود و این گاز هم باید در داخل آب هدایت شود و در قسمت سر آب هم یک ظرف شیشه دیگر میمانیم که او حباب ها به شکل حباب، گاز میتان به شکل حباب از داخل آب آزاد میشه و گاز میتان است. و دوستای عزیز، وسایل دیگه که ما شما با کار داریم، از یک سرش استفاده میکنیم به خاطری که زمانی که ظرف ما و شما را مواد میندازیم باید سرش باید کاملا بسته شود. از یک سرپوش کارکی هم استفاده میکنیم به خاطری که امکان داره که سرپوش کارکی بعض قسمتاش باز بانه، به اون خاطر ما و شما میتونیم اگر باز باشه میتونیم از سرش استفاده کنیم، سرش بسته کنیم که هوا داخلش نشه. و دوستای عزیز، مواد دیگه که در اینجا به کار میره سودالیمی یا سودلایم است که ما در لابراتوار داریم و همچنان مواد دیگه که ما در این قسمت داریم سدیم اسیتات است. مخلوط سدیم اسیتات با سودالیمی اینها را حرارت میتیم و مسئول حرارتش میشه گاز میتان. دوستای بسیار عزیز، مراحل کار خود شروع میکنیم. از این قسمت یک دانه هاونگ لابراتواری داریم. اگرچه مواد ما و شما اگر اندازه شود به گرام، اگر اندازه شود به نسبت گرام اگر اندازه شود بهتر است، ولی ما و شما زیاد دنبال ابعاد ریاضیکیش نمی‌گردیم، به یک مقدار معینی که خود ما تخمین میزنیم که شاید کافی باشه و نسبتش معین باشه از دیگر ما و شما میندازیم و اگرچه ترازو اگر ما و شما اگر این اندازه بگیریم به نسبت معین که مقدار هر دو مواد ما و شما برابر باشه بهتر است. خب دوستای عزیز، این موادی که در این قسمت میبینین این در حقیقت چی است؟ سودالیمی یا سودلایم میگن. سودلایم در این قسمت است. این سودلایم به شکل دانه های برنج مانند است. این ما و شما توسط هاونگ لابراتواری را میکوبانیم که به شکل چی جور شود؟ به شکل یک پودر جور شود. این را میکوبانیم، خوب میکوبانیم که به شکل پودر جور شود، به خاطری که اگر مواد ما و شما به شکل میده و پودر باشه نتیجه تعامل ما و شما یا نتیجه کار ما و شما یا استحصال گاز میتان در اینجا بهتر و خوبتر انجام خواهد شد. میبینید که دانه های برنج مانند بود، کم کم را کوباندیم. دوستای عزیز، این در قدم سودالیمی سودلایم ما و شما است. بعد از او به مقداری که ما سودلایم انداخته بودیم به مو اندازه ما و شما است مواد دیگه ای که در لابراتوار داریم به نام سدیم اسیتات. از سدیم اسیتات هم استفاده میکنیم. این مواد به نام سدیم اسیتات یاد میشه. این ما و شما کدش مخلوط میکنیم. زمانی که مخلوط کردیم بازی را کم میکوبانیم. با هم دیگه مخلوط میکنیم که مخلوط غیر متجانس سدیم اسیتات و سودلایم در این قسمت تشکیل شود. دوستای عزیز، این مخلوطی که در این قسمت بود، این مخلوط هم میگیرم داخل ظرف علاوه میکنم. داخل ظرف که علاوه کردیم و داخل ظرف هم یک قسمی را قرار میتیم که به صورت یک نواخت باشه. این مواد ما در این قسمت علاوه کردیم. ایناله به خاطر که ظرف ما حرارت میتیم، برای حرارت دادنش باید در یک قسمت ثابت قرار بگیره. ثابت قرار بگیره ما شما از گیرا استفاده میکنیم و سر ظرف هم باید بسته باشه به خاطر که هوا داخلش نشه. ما و شما میتونیم از سرپوش کارکی یا از سرپوش راوری استفاده کنیم. این سرپوشی که فعلا استفاده میکنیم این سرپوش راوری است، نسبت به کارکی که خوبتر است. سر این ظرف کاملا ما و شما بسته میکنیم که هیچ هوایی داخلش نشه و قبلا هم پایپی که در این قسمت وصل کردیم این پایپ هم کاملا چهار طرفش بسته شده و امکان خارج شدن گاز میتان از داخل پایپ بسیار کم است.
امی ظرف را که در قسمت ما داخلش مواد انداختیم این را میگیریم در داخل گیرا عیار میکنیم. زمانی که گیرا را عیار کردیم دوستای عزیز، این گیرا یک وسیله است که می ظرف در قسمت دلخواهی که ما شما میخواهیم در این قسمت برای ما شما ثابت نگه میداره. ظرف را که ما شما در سر گیرا میمانیم و قسمت پایینش باید یک منبع حرارت باید باشه. از شمع استفاده میکنیم، طوری استفاده میکنیم، طوری باید در این قسمت عیار شود که امی منبع حرارت دقیقاً بالای ظرف ما شما دقیقاً بالای منبع حرارت باید قرار بگیره. اگر به جای سرپوش کارکی از سرپوش رابری استفاده کنید خوب بهتر است. اینجا ما شما سرپوش رابری داریم، از سرپوش رابری استفاده میکنیم. این شروع به سوختن کنه. دوستای عزیز، این منبع حرارت ما شما شروع میکنه به سوختن. و این را ما کمک عیار میکنم که مستقیما بالای مواد قرار بگیره. دوستا، شما زمانی که این مواد کم کم حرارت میبینه، شما طرف بالون ببینید، مشاهده کنید بالونه. و در عین زمانی که این مواد شما تعامل میتین یا کار خودش شروع میکنین، کسی که در اونجا کار میکنه باید یک عینک داشته باشه، به خاطر امکان داره که ظرف شیشه است، با اینکه ضد حرارت است اما امکان داره که منفجر شود. و همین خاطر از یک عینک استفاده میکنین. اگر عینک سیاه باشه بهتر است، به خاطر از اینکه امکان داره که نوری که در این تولید میشه به چشمای شما آسیب برسانه و اگر ظرف منفجر شود امکان داره به چشم شما آسیب ببینه. دوستای عزیز، شما در این قسمت فقط بالون رو متوجه باشین که بالون در قسمت اول هیچ چیز نداشت. این کم کم زمانی که حرارت میتیم اما گاز میتانی که تولید میشه در داخل بالون ذخیره میشه. و از اثر حرارت دادن سدیم اسیتات و سودیلایم در حقیقت گاز میتانی که تشکیل میشه در داخل بالون فعلا ذخیره شده. شما پیشتر مشاهده کردین که بالون ما شما پیشتر هیچ چیزی نداشت، هوا نداشت، ولی فعلا و داخل ظرف هم ما شما سر ظرف بسته کرده بودیم که هیچ هوای دیگه از بیرون داخلش نشه. و همین خاطر اما مقدار محصول تعامل ما شما که گاز میتان است از طریق پایپ انتقال میکنه به داخل بالون و در حقیقت در این بالون گاز میتان ذخیره شده.